سرنوشت ستارخان تکرار شد. دو راه نجات از پانفارسیسم پان اصفهانی. مردم آذربایجان جنوبی، به خصوص کسانی که برای دکتر مسعود پزشکیان در دو جبهه داخل ایران و در مقابل تحریمچیان جنگیدند، مانند ستارخان باز هم فریب سیاستمداران فراماسون فارس را خوردند. تبریز درس نگرفت و تجدید شد. وقتی ستارخان و تبریز با اشاره و حمایت پنهان مالی و سلاحی فراماسونری سپاه اندک تعداد نیروهای مسلح ترک‌های قاجار را با شبه جنگی طولانی در تبریز مشغول کرده بودند، نیروهای آزموده فراماسون‌های بختیاری ارمنی و پایتخت ترک‌ها تهران را با کودتا اشغال کرده بودند. در این کودتا و با شراکت تبریز در کودتا بر علیه دولت ملی ترک و به حاشیه راندن مرکز توجه ترک‌ها و تبریز از این کودتا، دولت ترک‌ها و ملل حاشیه توسط قوای تحت فرمان غرب مسیحی اشغال شده راه برای نابودی حکومت‌های ملی تاریخی ملل ترک، عرب، بلوچ، ترکمن و ایلانسیون زبانی تاریخی و اشغال ذهنی این ملل باز و هموار شده از موانع راه خلع قدرت ترک ها و ملل غیر ترک به نفع توده های فارس کاسته شد. هفته ها بعد از اشغال پایتخت ترک ها و فریب ترک های ساده‌لوح تبریز در زیر نام آزادی و نجات مشروطه، ستارخان را به تهران دعوت کردند. برای ستارخان و دیگر ترک هایی که به نمایندگی از آذربایجان به تهران می رفتند فرش قرمز پهن کردند. به مجلس شورای ملی برده برایشان سردار ملی و حقوق ماهیانه تراشیدند و از مبارزه مسلحانه برای تثبیت دولت ملی ترک ها و تداوم اصلاحات مشروطه بازنشستهشان کردند. برای خاموش کردن آتش تبریز و ترک‌ها و جدا کردن آنها از حکومت و حاکمیت خودشان، هم به تبریز لقب فاتح تهران را دادند و هم تبریزی‌ها را با افتخار تو خالی فاتح تهران و استقرار مجدد مشروطه فریب دادند. تبریزی‌های سیاسی و محافظه‌کار بازی سیاسی پیچیده و چندلایه و فریبکارانی فارس‌ها را با راستی و برابری اشتباه گرفتند. تبریزی های محافظه کار و ترک هایی که مفتخر به نجات ایران از سلطه قاجار ترک، قانون و دیگر اصول مشروطه شده بودند، باختند و به همین سادگی برای 100 سال از سیاست کنار گذاشته شدند. یعنی تبریز و ترک ها در بازی سیاست به فارس ها و فراماسونری باختند. چرا؟ چون بسیار ساده و خود سیاست مدار پندار و منفعت طلب بودند، چون با مفاهیم منفعت ملی و منافع ملی ترک‌ها آشنایی نداشتند. وقتی تبریز و ترک‌ها مغرور القاب و افتخارات قلابی داده شده از طرف فارس‌ها بودند، پانفارس‌هایی که مرکز و قلب فرماندهی سیاسی، نظامی و امنیتی دولت ترک را اشغال کرده بودند، عملاً دولت کودتا را تشکیل داده بودند. دولت کودتا نیروهای امنیتی و نظامی ترک را به فرمان و اراده فارس‌ها، ارمنی‌ها و بختیاری‌های فراماسون سپرد. دوباره و چند هفته بعد افراد مسلحی که پتانسیل حمایت از حاکمیت ملی ترک‌های قاجار را داشتند و همراه ستارخان بودند را قلم کردند. ستارخان، سردار زخمی بازنشسته خانه‌نشین شده، مرد. تکرار دوباره تاریخ در اکنون و در آذربایجان تکرار می شود و ترک‌های ساده‌لوحی هم که شناختی از منافع ملی و سیاست فارس‌ها ندارند، به سادگی فریب حرف‌های زیبای فارس‌های سیاستمدار دروغگو را می‌خورند. آذربایجان که برای پزشکیان در دو جبهه جنگید و جمعیت و سرزمینی به وسعت و بزرگی نصف ایران دارد، کلاهی بزرگ بر سرش رفت. با سوء استفاده از اراده ترک‌ها و آذربایجان ساده‌لوح، فارس‌ها دوباره اراده و اداره ترک‌ها را باز هم در دست گرفتند. دو راه پیش روی پزشکیان و ملل حاشیه.
شانس اول پزشکیان، آذربایجان و ملل حاشیه آن است که نمایندگانی که خودشان را نمایندگان ملل حاشیه می‌دانند در بررسی صلاحیت وزرا در مجلس دست رد به سینه تمامی وزرای پیشنهادی پانفارس‌ها و پان اصفهانی‌ها بزنند و صلاحیت آنها را مردود اعلام بکنند. همان اصفهان پانفارسی که ترکیب دولت پزشکیان را چیده و دولت در سایه ایران را رهبری می‌کند. شانس دوم و تنها شانس مهم و عملی ملل ترک آذربایجان، قشقایی، ترکمن، عرب، بلوچ، کرد، لر، بختیاری، گیلک، مازن و به میدان آمدن همه رای دهندگان به علاوه 90% تحریمچی هایی که در مرحله اول رای نداده بودند است. باید کسانی که به پزشکیان رای داده بودند با تحریمچی ها در اتحادی استراتژیک به خیابان ها آمده و با حضور چند ده میلیونی خودشان تا سقوط دولت مافیایی پانفارسیستی ضد ملل در سراسر ایران همکاری و هماهنگی بکنند تا بتوانند انتقام 100 سال ظلم و ستم به ملل پیرامون را از دولت و حاکمیت پانفارسیسم بگیرند. این ملل نباید تا برقراری حاکمیت اراده هایشان به خانه هایشان باز نگردند. سقوط دولت و حاکمیت و تفکر پانفارسیسم تنها راه نجات این منطقه از بحران‌های درونزا و برونزا است. باید دولت پانفارس و ایران را به زیر کشیده و دولت ملل حاشیه را بر مسند اریکه قدرت نشاند. دولت ملی را به بهای بسیار سنگین مستقر می کنند و به بهانه کوچک بدون هزینه هم واگذار می کنند. اراده ملی را با اعمال اراده و با اعمال زور مستقر می کنند. بدون تحمیل و اعمال اراده ملی توسط خود این ملل، اراده آنها توسط دیگران اداره می شود. با احترام به ادراک کنندگان مطلب، انصاف علی هدایت.